این شام صحن فرودگاه دوشنبه سرودان بود. والدان و دوستان و صدها نفر دوستداران ورزش به پشواز خوشقدم خسروف و همدستگان او آمدند. خوشقدم در مسابقه قهرمانی جهان اوید به سامبو که در پایتخت رومانیا شهر بوخارست دایر شد، مدال طلا به دست آورد. خوشقدم در سبقت سامبوی ورزشی در رقابت‌ها در وزن زیر 62 کیلو بعد 4 پیروزی بر رقیبانش از دومینیکان، بلغارستان، گرجستان و اوکراین به فینال برآمد. او در قوه‌آزمایی نهایی روسلان باگداساریان روسیایی را شکست داد و برای اولین بار با عنوان قهرمان جهان دست یافت. این مدال طلا رو من اولا با هدیه به استاد عزیزم و با پدر مهربانم که چندین سالها آرزوی این مدال را داشتند، به امر خدا این آرزوی آنها جامعه عمل پوشید. در مسابقه قهرمانی جهان در بوخارست ورزشگران تاجیک در عموم صاحب 4 مدال شدند و در بین زیاده از 80 کشور در حساب عمومی دستاوی مقام سوم را اشغال کردند. بجز از مدال طلای خوشقدم، 3 مدال برنجی را اکمال‌الدین کریموف، بهروز خواجه‌زاده و سوربان لطیپوف به دست آوردند. با دو پهلوان پرقوت این مسابقه من دست بالا شدم و در آخری نیم نهایی با پهلوان گرجی ناعدالتی و نابرابری داوران نسبت من کردند و من نتوانستم که در آخری فینالی راه یابم و برای مدال برنجی با پهلوان ازبک خوازمایی کردم و سزاوار مدال جای سوم گشتم و کوشش میکنم که در آینده باز هم خیلی پرچم بردار دولت و ملت باشم. خوشقدم خسروف در چندین مسابقه ها سزاوار جای محمد شریف سلیمانوف، استاد خوشقدم که نتوانست به بوخارست سفر کند، میگوید رقابت شاگردش را در دور نهایی با احساس تماشا میکرد. وقتی که در قوازمایی نهایی قوازمایی کردن چنان وایشتیم به طاقت شدیم 10 ثانیه ماندن آبی چشم من برآمد. در اوجا ناصر بازار مربی داو داشت اکمال‌الدین سکوندی میکرد. تمام مردم تاجیکستان این نوار را تماشا میکردن. از دیگر دولت ها من زنگ زدن وقتی که غلبه کرد، از امریکا، از گرمانیا، از همونجا شاگردان ما گریه کرده به خدا زنگ زدن. ضمناً در تاریخ ورزش تاجیک خوشقدم خسروف بعد سید مومین رحیموف و بهروز خواجه‌زاده سیومین ورزشگر تاجیکستان است که مدال طلای قهرمانی جهان را اوید به سامبوی ورزشی به دست آورده است.